سلام علیکم، حالت چطوره؟ طبق قولی که بهت دادم قراره با هم امشب به قسمت 12 و 13 عشق ابدی نگاهی بندازیم. اون بخشایی که به نظر من جذاب و بحث برانگیزتر و چالشی‌تر اومده رو بررسی کردم، چون نمیخوام اون قسمتایی که خیلی برات تکراریه، حالا همه راجبش حرف میزنن و نگاه بکنیم. میخوام یک نگاه متفاوتی داشته باشیم و بیشتر توی کاراکترها و اتفاقاتی که میفته عمیق بشیم. پس بی معطلی بره که بریم. خب الان نتیجه میگیریم. تناز از یه جا دیگه از شروع. الان ریخ رو من. نگار میتونی ببر. واو من نمیخوام ببرم کسی. میتونی ببر. نمیبینمت. چی؟ نمیبینمت. چشات ضعیفه دکتر نمیدونم. بالا تو داری به اینا میگی چشات ضعیفه؟ همه جات ضعیف بود، نه صدا میشنیدی نه میدیدی. من قوی ولی من احساس میکنم که انعطاف، وای چقدر سوتی میرم، خیلی ازتون عذر میخوام. احساس میکنم اعتماد به نفسش خیلی به شدت اومده پایین، چون همش تو بحث و چالش با بقیه است. و یه نگاهی هم الان به رخ ماهرخ بکنید که با چه لذتی داره این چیزو نگاه، او سیاوش رو نگاه کن چه کیفی داره میکنه. آره خلاصه که کم آورده نگار و من خیلی خوشحال میشم. نمیدونم چرا وقتی تو موضع ضعف میبینمش. هم تو قسمت قبلی دعوایی که با ترانه داشت دیدین چقدر داشت چرت و پرت و دریوری میگفت. اینا به خاطر اینه که طرف منطقی نمیتونه صحبت بکنه و همش دریوری به هم میبافه. الان اینجا هم همینه، کم آورد من حال کردم. تو اگه قوی بودی الان با شنیدن این حرفا رو پاش نمی‌نشستی. من قبلش نشستم. وا چه ربطی داشت؟ بعدش هم دیدین بازم پا شد رفت. میبینی کلا همیشه همینه. اکثرا من دقت کردم. حال کردم. ببین حال کردم. اولا که مدل تنازا که داری اینجوری داره صحبت میکنه، حالا کاری نه، بامزه است، آدم خوشش میاد. ولی ببین هم اولش اعتماد به نفس نداشت، خب هم الان نگاه کن به نگاه. بذارم عقب‌تر. من اینجوری باهات حرف نمیزنم. میبینی زهرا چطوری داره به تناز نگاه میکنه. ببین من با این مشکل دارم، میتونی دیده باشی نگار تو کلا عصبی میشی، حرف نزنه خیلی بهتره. بعد چرا شبیه اصلا بهش نمیاد اینطوری، اصلا بهش نمیاد. یه کاراکتر درنده جر بده بره توی داره، بعد ورداشته معموش رو داشتی. بچه ببخشین یه جایی کیفیت بد میشه، من ازتون عذر میخوام. خندای نگاه رو گوش بده. خود برداره بایست دیگه فکر هر جا میخوای برو. آخه خود برداره دیگه فکر کنه من اینجوری که کاری نکنی. آخه جای هر جا دوست داری، میخوای پیش من باش، میخوای پیش اون. ماچایی که میکنه. بعد میدونی اشکالی نداره ها، جذابه خب، ولی چون اون بر نمیگردونه این احساساتو، حتی مثلا میدونی اشکالی نداره این داره 70% ابراز علاقه میکنه، اون داره 5% ابراز علاقه. یعنی اگه این 70 بود اون حتی 30% هم بود ما خوشحال میشدیم، ولی این ماچایی که جواب نداره یه حال بدیه. تتوی سیاوش چیه؟ یه لحظه فکر کنم باز مندسه. نگاه زهرا ببین، یعنی میدونه. بایستا بهت معنیشو میگم، حسی که من گرفتم و بهت میگم. ببین تو هم خوشی. نه بحث جایگاه خودت دارید واقعا. اوکی ببین رفتار اونو با من مقایسه کن. یعنی قشنگ میدونه که الان دهن باز کنه پوره میشه. آره نه پوره میشه. فرین که اصلاح کردی، ولی خب عصبانی هم هستن نشان. بعد میبینی ریاکت زهرا رو هم وسطش نشون میده. مشکل داره. حالا سیاه مشکل داره نداره. تو ببین من یادم رفت برای چیز کنم، سیف کنم اون قسمت و بعدش هم چون دیر اومدم از مهمونی خونه و سری نشستم ویدیو گرفتم وقت نداشتم، ولی همتون دیدین الان بهتون بگم یادتون میاد. خیلی جالبه که توی آشپزخونه بودن، بعد همین خانم قبل از این قسمت که بخواد این دیالوگو بگه، زهرا بود، امیر حسین بود،
یا سودا بود یا سیاوش، نمیدونم، اون دوتای دیگه مهم نیست، ولی اینطوری نشسته بودم. بعد اینجا زهرا بود، اینجا سیاوش بود دم آشپزخونه. خب صبحم بود، بعد از اون سکانس جذابی بود که پسر رو داشتم تو حیاط ورزش میکردم. بعد همین ایشون برگشت تردبین نه دوچرخه ثابت رو بهانه کرد، برگشت به سیاوش گفت کاش این دوچرخه رو یکی باز کنه من برم. بعد اینا برگشتن گفتن امیرحسین چیز بودن، آره امیرحسین سیاوش گفتن بازه میتونی بری بازی کنی. من گفتم نه، منظورم اینه که یکی بره، دوست دارم تو با من بری. که همونجا سیاوش زد رو شونش، یا اتونه زد رو شونه زهرا، برگشت گفتش که ببین مسیری که داری میری اشتباهه. خب بعدش هم خودش اومد تو حیاط با یکی داشت سیاوش صحبت میکرد، گفت این زهرا میخواد مثلا با من ارتباط بگیره ولی اصلا هیچ جوره وایب من نیست، هیچ جوره. خب حالا جالبه خودش رفته چراغ سبز نشون داده، اون پسش زده. بعد اینجا میاد میشینه میگه که سیاوش کلا مشکل داره. اولا که اگه مشکل داره تو چرا داشتی بهش نخ میدادی؟ خب اگرم مشکل نداره پس چه چرتی داری میگی؟ نگاه کن. حالا سیا مشکل داره نداره پشتش نبود، جلو خودش داشت میگفت. ولی خب ببین قشنگ معلومه که تو حالت بد شده و چون تو رو پس زده. بعد جالبه که دقیقا کجا داره میگه، دقیقا زمانی که شاهین داره میگه نگار حالش بده چون اون پسش زده. بعد الان برمیگرده خودش هم همین واکنش رو تقریبا نشون میده. خیلی عمیقه و خیلی دارم زیادی ریز میشم، ببخشید. واقعا تو مشکل داری. باش. بعد اون از این طرف سیا وای ببین شیطنت‌های ماهرخو دوست دارم، خنده هاش ریاکتش عالیه. منم میخوام اینجا برای خودم یه کم سن‌تر پیدا کنم، از همه کم سن‌ترم سیاوشه. خواهی سیاوشو دوست کنم. تو اینو در نظر داشته باش، من خواستم کرم بریزم، قرار رو کرم بریزم. خجالت نمیکشی از سن و ساله؟ این حجم از لجبازی واقعا نوبره. یعنی علاوه بر این که اون خصوصیاتی که تو قسمت قبل راجع به سیفدا گفتم، الان میخوام بهش لجبازی مزخرف کودکانه بیمغزم اضافه بکنم. حالا اصلا ما ندیدیم ولی خب از تو گفته هاشون اون برگشته انگار تناز گفته که این به من میگه عمو امیرحسین و هی ماچش میکنه، در حالی که من اصلا ندیدم، اصلا نشون نده. فکر میکنم پشت دوربین این کار میکنه، یعنی وقتی کات میدن میکروفونا و دوربینا میرن مثلا این کارو دوربینا میرن کات میدن. پس چرا پرستو ساله برگشت گفت الان حواسم افت، خودم اشتغل نکرده بودم، پس دوربینا 24 ساعته نیست. آره دیگه چون میگفت کات میدن. عجب، پس دروغ گفت. حالا سوچی برنامه دیگه اشکال نداره. اون رفته اینو ماچ کرده. بعد تناز شاکی شده برگشته گفته که من به شاهین گفتم که تو هی داری سوء استفاده میکنی به بهانه عموی هی میای منو تون ماچ میکنی. بعد این الان اومده داره با یکی دیگه هماهنگ میکنه که مثلا هرس پارتنرش رو در بیاره. میبینی کلا انقدر هرس میخوره و هرس داره میخواد هرس بقیه هم در بیاره. کلا ببین یه حالت بلا تکلیفی داره که با همه مشکل داره. و اتفاقا نگار حالا ببین برونگراه، آره برونگراه و اصلا سیاست نداره. سیاست نه به معنای این که پلیدی کنه، اونو که داره جدا ولی مثلا این که بشینه فکر کنه و درست برنامه ریزی بکنه و درست اجرا کنه اصلا اینطوری نیست. خب آدم در لحظه اسکل. ولی سودا هم همون هرس و همون پلیدی رو به شدت حتی شاید بیشتر از نگار داشته باشه، ولی حواسش هست که سعی کنه آدم بدهه نباشه. ببخشید کات خورد، من حافظم پر شد. آره سعی میکنه که مثلا بدترین نباشه. نمیدونم چطوری منظورم بهتون برسم ولی مطمئنا شما متوجه شدین. وای پریسا اومد. وای چقدر این دختر جذابه. یعنی من که دخترم کیف میکنم میبینمش. خیلی خوبه بچه‌ها. نگاه کن.
ببین خیلی خوبه پریسا. من تنها کسی که تو این ریالیتی شو میشناختم پریسا بود و وقتی اومد تازه فهمیدم، یعنی اول اینطور بودم که یا ابوالفضل، این که بعد که مثلا بیشتر صحبت که خودش رو معرفی کرد یادم افتاد که من مثلا تو اینستاگرام آره دیده بودمش، ولی خب مثلا هیچ وقت نرفتم پیجش، مثلا چند تا از پستاش تو اکسپلورم اومده بود و خوشم اومده بود از تیپ و استایلش، ولی نمیدونستم چون چند تا پستش رو دیده بودم خیلی رندوم، نمیدونستم حالا مثلا تو چیه کاری، فکر می‌کردم مثلا بلاگره، ولی خوشم اومده بود ازش. بعد اینجا خدا یه خورده راجبش صحبت کنیم. اولا که حالا من 13 دقیقه وقت داریم بچه، من فکر کنم نرسم که براتون قسمت 13 رو هم تو این ویدیو بذارم، چون حافظم به اندازه 10 دقیقه نشون داره میده که جا داره. برای همین من راجع پریسا صحبت کنم دیگه، تیکه آخرشه. این ویدیو رو میبندیم، من حافظم رو خالی میکنم، بعد توی قسمت دیگه براتون قسمت 13 هم میگیرم باشه. حالا جای نگرانی نباشه، گفتم اینم بهتون بگم. ببین خیلی خفنه اصلا. راجع به هیکلش که بیا صحبت نکنم، میدونم که بوباش واقعی نیست، اینو میدونم، ولی ببین هیکلش رو خیلی دوست دارم. خوش ترکیبیه که نه لاغره نه توپله، یه توپر سوسکیه، یعنی خیلی مثلا مثل ماهرخ گوشتی قلوپی نیست، ولی قطعا پیکر تراشی کرده. اما ببین لباسشو من خیلی دوست دارم، عینکشو. بعد با اینکه من کلا خیلی خودم تو فاز تتو نیستم، مثلا اینطوری هم حتی نیستم که بگم من تتو نمیزنم ولی خیلی کسایی که تتو میکنن و دوست دارم، یعنی مثلا حسی بشنم، ولی مدل تتوی گردن اینو خیلی خوشم آمد و بیشتر فکر میکنم بیشترین دلیلی که غیر از ببخشید ظاهرش باعث شد که برای من جذابیت داشته باشه کاراکترشه، که اصلا وقتی دهم باز که من گفتم چقدر این اصلا نمیدونم، امیدوارم که عوض نشه، چون چند روز پیش ما با یه سری از بچه‌ها داشتیم میدیدیم، اونا عشق ابدی رو اصلا نگاه نکردن. بعد خب منم مثلا 10 قسمتش رو تا اون موقع تا چند روز پیش دیده بودم، نشستیم از اول نگاه کنیم. خب بعد بچه‌ها یکی از دوستام راست میگفت شما الانو که مثلا 10 قسمت 12 13 قسمت رو دیدی، وقتی برمیگردی قسمت اول میبینی تازه متوجه میشی که چقدر شخصیت ها عوض شده و اینایی که ما الان این رفتار رو داریم میبینیم اصلا روزای اول این شکلی نبودن، و این به خاطر اینه که آدما به مرور خودشون رو نشون میدن و امیدوارم این اتفاق در مورد پریسا نیفته و همینطور که خیلی مثلا خانم با وقاره تا آخرش همینطور باشه. حالا یه سگ که خیلی خوبه، کفشاش و پالتوش و موهاش، چقدر موهاش ببین من که دخترم مثلا از دیدنش لذت میبرم به خودت، فقط دلم میخواد دوربین روی این باید موهاشو وای داشتم کیف میکردم تموم شد. خیلی خوشگله خانومه، اصلا نمیتونم پیش بینی بکنم که جلوتر چی پیش میاد، چون راستشو بخوای من صحنه ورود ترانه رو اولین بار که خودم داشتم میدیدم، مثلا داشت بلوندی و اینا رو گفتم وای از این دختر ملی هاست که مثلا پسرا سرش دعواشون میشه. بعد دیدم نه الانم مثلا میگم خیلی با وقار و کاریزماتیک، حالا کاریزماتیکش جدا، مثلا میگم خیلی با وقار و خیلی قشنگ صحبت میکنه و وحشی پاره نیست. امیدوارم که تغییر نکنه و من فکر میکنم یک درونگرای جذابیه. حالا تو قسمت بعدی در مورد مکالماتی هم که با فرشاد اون دعوای نگار و اینا بود بیشتر صحبت میکنیم. من دیگه برم چون الان گوشیم دیگه واقعا پر میشه. مرسی که نشستیم پای حرفم، امیدوارم که خوشتون اومده باشه و من خیلی کیف میکنم در دو حالت. یک زمانی که ما مثلا فکرمون با هم یکیه، وقتی کامنتاتون رو میخونم که مثلا شما هم با من هم نظرین یا من هم با شما هم فکر بودم و درست تونستم یه چیزایی رو تحلیل کنم، خیلی حس خوبی بهم میاد. اصلا احساس میکنم واقعا
همسو هستیم، یعنی مایه افتخار منه. این خیلی جذابه. و حالت دومی که بعضی وقتا تو کامنت ها اینقدر قشنگ تحلیل میکنید و یک چیزهایی رو میگید که من اصلا بهش دقت نکردم و خب خیلی برای خودم جذابه، خیلی لذت میبرم. و اینجا یه تشکر ویژه بکنم از عشقای دلی که کلا، نه فقط در مورد این ویدیو، کلا وقت میذارم و یک متن بلند بالا رو تایپ میکنم. خیلی دوستتون دارم و این خیلی برای من ارزشمنده. من معمولا متن طولانی رو، یعنی حتی اگه وقت نکنم به همه بچه‌ها جواب بدم و ریپلای کنم، ولی حتما بچه‌هایی که کامنت های طولانی میذارن خیلی بیشتر برام ارزش بیشتری داره، از این نظر که خب اونها هم ارزش بیشتری براشون داشته که وقت بیشتری گذاشتن تایپ کردن. کانال تلگرام اگه دوست داشتین میتونید اینجا یا این گوشه دنبال بکنید. پیج اینستاگرام که همتون دارین. عاشقتونم و تا ویدیو بعدی ماچ به روی ماه تک تکتون.